مامان اون معلم کلاس اولم نیست؟ نمیدونم عزیزم. بیا بریم بهش سلام کنیم. باشه بریم. سلام آقا معلم. سلام. سلام عزیزم. منو یادتون میاد؟ نه. من دانش آموز کلاس اولتون بودم. حالا من یادتون اومد؟ نه متاسفانه. تو کلاسمون ساعت یک بچه‌ها گم شده بود. حالا چی؟ نه. به همه بچه‌ها گفتین روی دیوار وایسن، جیب تک تکشون رو گشتین. ساعت رو تو جیب من پیدا کردین، من برداشته بودم. حالا منو یادتون اومد؟ نه بازم یادم نیومد. ای بابا آخه چرا منو یادتون نیومد؟ چون نمیخواستم بدونم کدوم یکی از دانش آموزام دزدی کرده. به خاطر همین چشامو بسته بودم.